ممنونم که فکرهای جدید برای ثروت سازی در ذهن من جاری میکنی. ممنونم که هر لحظه ایده های جدید برای خدمت به خلق و کسب درآمد بیشتر به من میدی. بچه من حتی با خدام صحبت میکنم اینجوری صحبت میکنم و میگم خدای ممنون که فرصت هایی برای خدمت به خلق به من میدی. اول خدمت به خلق، یعنی به خدا میگم که خدا به من تفکراتی بده، فرصتایی بهم نشون بده که خدمت به خلق باشه. خلق به من پولو میده و فرصت‌های ثروت سازی که به من میدی. خدای شاکرتم، خدای قربون صدقت میرم، خدای ممنونم. بچه‌ها میدونید شاکر واقعی یعنی چی؟ شاکر واقعی این لحظه‌ایه که تو پرایدت نشستی و من این لحظات رو تجربه کردم. سلول به سلول به خدا موهای تنم از شکرگزاری بلند میشد و کیف میکردم. و اینجا بود که دیوونه میشدم و من همین لحظات، همین روزها و من بالاترین لحظه شکرگزاری من هر روز هست. چرا هر استوری من با شکرگزاری شروع میشه؟ چرا هر نگاه من، صبح من، شب من، ظهر من با شکرگزاری شروع میشه؟ بچه بابت داشتن آدم ها بازی شکرگزاری راه بندازید. خدا شکرت که من میتونم هر غذایی رو بخورم. خدا شکرت که یه موبایل خوب به من دادی. خدا شکرت بابت لپتاپم. خدا شکرت بابت ساعت قشنگ و انگشتر قشنگم. خدا شکرت که به من اینقدر تو بعد مالی ثروت دادی که برندترین لباسای دنیا رو میتونم بپوشم. خدا شکرت. خدا مرسی. چقدر خوبی تو. کیف کن، عشق بازی کن با خدا. پول در زمینه‌هایی که کاربرد داره بسیار مهمه و در زمینه‌هایی که کاربرد نداره هیچ اهمیتی نداره. جملات رایج در بین افراد فقیر، افراد پولدار بدن. افراد پولدار نمیتونن با ایمان و معنوی باشن. پول منشأ همه بدی هاست. راست میگی؟ واقعا منشأ همه بدی هاست؟ آیا پول منشأ همه بدی هاست؟ یا عشق به پول منشأ تمام بدی هاست؟ تو نباید عاشق پول بشی. تو پول رو باید به عنوان یه ابزار نگاه کنی برای خودت. ابزاری که در زمینه‌هایی که کاربرد داره خیلی مهمه، در زمینه‌هایی که کاربرد نداره هیچ اهمیتی نداره. و چقدر قشنگه این نگاه به پول. پول برده توئه. پول منشأ تمام خوبی هست. من عاشق پول نیستم. پول رو دوستش دارم ولی عشق به پول ندارم. پول رو دوستش دارم ولی عشق به پول ندارم. پول عاشق منه. از بالا به پول نگاه کنید بچه‌ها. وقتی از پایین به پول نگاه می‌کنید، وای پولدارا خیلی خفن، وای خوش به حالش پول داره. وای 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 چرا من ندارم؟ داری از پایین به بالا نگاه می‌کنی. پولو داری اون بالا می‌بینی. اوکی. وقتی یکی رو داری تحسین می‌کنی، واو چه ماشین خوشگلی، نوش جونت، منم به زودی می‌خرمت. از بالا داری بهش نگاه می‌کنی. منم بهت میرسم. نوش جونت، مرسی، زحمت کشیدی، تلاش کردی، کیف کردی. تا شدی. اینجوری نگاه می‌کنی، این ذوقی که تو داری در برابر دیگران، این حسی که تو به اون آدم داری میدی خود به خود باعث میشه که تو هم به حرکت واداشته میشی. و چقدر این میتونه قشنگ باشه. علم بهتره یا ثروت؟ مزخرف‌ترین سوالی که در بچگی از ما پرسیدن. این سوال مثل اینه که عشق بهتره یا ثروت؟ بچه‌ها علم بهتره یا ثروت؟ پاسخش رو دادم. علم بهتره یا ثروت؟ هر دو در جایگاه خودشون. بچه ما نمیتونیم مقایسه کنیم. مثل میمونه بگن عشق بهتره یا ثروت. میدونی شبیه چیه؟ شبیه اینه که دست مثلا معشوقتو بگیری، همسرتو بگیری، بری توی یه دونه بانک، بری بالا سر مأمور باجه، مثلا باجه 4، نوبت بگیری، بعد بهش بگی که سلام، میخوام این مقدار عشق بهت بدم، انقدر برام سپرده گذاری کن. میخوام این مقدار بهت عشق بدم، بر من انقدر پول تو حسابم جاری کن. شدنی مگه؟ عشق در جایگاه خودش و ثروت در جایگاه خودش بسیار ارزشمنده و هر کدوم در جای خودش به ما خوشبختی میده. فقر منشأ بسیاری از دردهاست. این جمله افراد فقیره. این جمله افراد در واقع ثروتمنده. فقر منشأ بسیاری از دردهاست. حقیقت اینه که فقر بیماری میاره، کلی درد میاره، قصه میاره، حسرت میاره. فقر گناهه. خدای ثروتمنداست بچه‌ها، درکش کنیم. خدا حواسش به فقیره هست ولی دستش اینجوری نگه داشته. میگه اگه در مسیر آگاهی قرار گرفتی من دستو آروم آروم میگیرم میارم سمت خودم، ولی اگه تو خودت نمیخوای، خودت انتخاب نمیکنی منو، مسیر ثروت رو نمیخوای تو اصطلاحاً حریم من باشی، من کاری از دستم برای تو بر نمیاد، چون سیستم منه، چون من سیستمم شایسته سالاره. به به به. آگاهی سوم، پول هیچ ربطی به خوب یا بد بودن آدم‌ها نداره.
نداشتن پول زندگیتون رو تحت کنترل در میاره و براتون محدودیت ایجاد میکنه و این خود بدبختیه. بچه‌ها همه ما این رو تو زندگیمون تجربه کردیم. خوب گوش کنید. پس فردا با بچهای دانشگاه میخوایم بریم خوشگذرونی. تو هم میای؟ پاسخ من نه، نمیتونم. چرا نمیتونی؟ در دوران دانشگاه آخه الان شرایط مالیم خیلی خوب نیستش. ببین پول چطوری داره منو کنترل میکنه. هفته آینده تولد مامانه، نظرت یه چیزی دست جمعی براش بخریم؟ موافقی فلان کادو رو براش بخریم؟ پاسخ من در گذشته این که خیلی گرونه، بهتره یه چیز ارزان‌تر براش بخریم. ببین پول چطوری داره منو کنترل میکنه، چطوری برای من محدودیت ایجاد میکنه، چطوری داره منو اذیتم میکنه. بیا بریم فلان دوره رو شرکت کنیم که مهارتمون بره بالا، بریم آموزش ببینیم. الان وقتش نیست، یکم بریم جلوتر بعد این کار رو انجام میدیم. ببین پول چطوری داره کنترلم میکنه. و بچه‌ها این خود بدبختیه. پول مثل چکشه بچه‌ها. این آگاهی رو بردارید، یه آگاهی خیلی قشنگ. پول مثل چکشه. با چکش هم میتونی بسازی هم میتونی تخریب کنی. تو انتخاب میکنی که باش بسازی یا تخریب کنی. تو انتخاب میکنی که بری سمت بهترین مواد مخدر با پول خرج اینا کنی، خودتو بیمارتر کنی، بیچاره کنی، یا نه انتخاب میکنی که بری تو خیریه‌ها کمک کنی، به افراد بیشتری کمک کنی، زندگی قشنگتری برای خودت بسازی، آرامش بیشتر برای سلامتی خودت هزینه کنی، بهترین تفریح‌های جهان رو بری، جهان بینی تو گسترش بدی. پول مثل چکشه. تو با چکش هم میتونی تخریب کنی هم میتونی بسازی. و چقدر این تفکر قشنگه. بچه‌ها اونایی که این آگاهی رو دوست داشتن یه قلب بذارن. الهی 1000 مرتبه شکر. به 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 به. آگاهی چهارم، من لیاقت و شایستگی ثروتمند شدن رو دارم. این جمله‌ایه که باید به خودت بگی هر روز تا تبدیل بشه یک باور. بیشتر از 90% مردم به خاطر احساس بی‌ارزشی و نالایق بودن گیرنده‌های ضعیفی دارن بچه‌ها. یعنی خودشون رو لایق ثروت نمی‌بینن. احساس نالایق بودن مربی از کجا میاد؟ از کودکی ما میاد بچه‌ها. دردناکه. اکثر ما اینا رو شنیدیم. اکثر ما این اتفاقات برامون افتاده و اونجا ما احساس نالایق بودن کردیم. اونجا که از کلمه نه بزرگترامون برامون استفاده میکردن در مقابل شنیدن آره. اون نهایی که مکرر به ما میگفتن و ما رو میشکستن. تو اشتباه کردی در مقابل تحسین. به جای اینکه تحسین کنه مدام میگفتن تو اشتباه کردی. هر کاری میکردیم که اشتباه بود میکوبیدن سرمون. کار خوب انجام میدادیم تحسینمون نمیکردن. اینا باعث شد ما احساس نالایق بودن کردیم در برابر چیزهای خوب تو جهان هستی. و نهایتاً جمله معروف تو هیچ گلی نمیشی. و چقدر اینا ما رو بیچاره کرد. و جمله انتهایی که براتون گفتم جمله نیستش که یه ایرانی نشنیده باشه و متاسفانه از ناآگاهی والدین اومده. شایستگی ثروتمند شدن رو خودتون میسازید بچه‌ها. یادتون باشه تا 12-13 سالگی خانواده ساختن، تا 15 سالگی خانواده ساختن، اجتماع و تو تحت تسلط خودت نبودی. ولی الان دیگه سن و سالی ازت گذشته. آدم‌های بزرگ و ثروتمند تیشه برمی‌دارن، میافتن به ریشه شخصیت اشتباهشون و خودشون رو صیقل میدن. پس ازتون خواهش میکنم تیشه بردارید، این تیشه لعنتی رو بردارید، بیافتید به جون ریشه این شخصیت اشتباه، این ذهنیت اشتباه، این مایندست اشتباه، این چیزی که اشتباه، شخصیت اشتباهی که خانواده اجتماع ساختنش. و ابصار زندگی تو بگیر دست خودت برای اینکه خودت بسازیش. شایستگی ثروتمند شدن رو خودتون میسازید. هر چقدر پدر مادرتون تحقیرتون کنن، هر چقدر اطرافیانتون تحقیرتون کرده باشن، از اینجا به بعد خودتون میسازید. آگاهی پنجم، شما هم میتونید پولدار باشید هم میتونید به اندازه کافی کار کنید. نه زیاد کار نکنید، به اندازه کافی کار کنید ولی میتونید پولدار هم باشید. سوال، چطوری توی زندگیم تعادل داشته باشم مربی؟ چطوری از زندگیم لذت ببرم؟ دوست ندارم فقط به کسب و کارم فکر کنم. چطوری این مسئله رو مدیریت کنم؟ با این همه استرس رقابتی کاری چطوری از زندگیم لذت ببرم آخه؟ پاسخش در اینه بچه‌ها. چطوری توی زندگیم تعادل داشته باشم؟ خیلی ساده، از طریق تعادل بین این 4 بعد. به اینا تعادل بده: مالی، معنوی، خانوادگی، سلامتی.
اول بعد مالی رو تکمیل کن، پرچمش رو بکوب، برو تو قله معنوی، برو تو قله خانوادگی، بعد برو تو قله سلامتی. منم 3-4 سالی اصلا نرسیدم برم باشگاه و فقط کار کردم، اما الان به زندگیم تعادل دادم، تونستم قله مالی رو فتح کنم و الان به سلامتیم و ورزشم میرسم، به خانواده‌ام میرسم، زندانی آزاد میکنم، به خیریه‌ها میرسم، به زندگیم تعادل دادم و این خیلی قشنگه که تو سن 29 سالگی بهش تعادل دادم. و به موازات اینکه شما آموزش نمیبینی و اقدام نمیکنی برای تعادل دادن، باید تو سن 40 50 60 70 سالگی تعادل بدی و وای به حال انسان‌های نادونی که در نامتعادلی از دنیا میرن و چون تکامل رو نیافتن در دنیای بعدی این عدم تعادل و نامتعادلی رو دوباره تجربه میکنن. به به. اپیکور میگه، یه بار دیگه میگم، جهان امروز شما، دنیای فعلی شما معیار سنجش لیاقت شما برای دنیای بعدی شما هستش. آیا با آگاهی لیاقت رو به خدا نشون دادی؟ این تعادل رو تونستید کسب کنید؟ چطوری از زندگیم لذت ببرم؟ 1. شکرگزاری. 3 وعده شکرگزاری داشته باشید. دیوونه میشید، کیف میکنید از زندگیتون. تمرکز شما رفته رو نداشته‌هاتون. اگر استراب دارید، استرس دارید، اگر قصه زندگی دیگران رو میخواید، تمرکز رو بیارید رو داشته‌هاتون. بیاید نگاه کنید داشته‌هاتون رو. خوشبختی داشتن دوست داشتنی ها نیست، دوست داشتن داشته هاست. بابت داشته ها شاکر باش. اگه هیچ چیزی برای شکرگزاری نداری، مشکل توی، مشکل خدا نیست. یه دست سالم که داری، یه صورت زیبا، یه چشم بینا، یه چیز ساده. مادرم یه دفعه با وجود اینکه در ابعاد مختلفی ممکن بود به خاطر ناآگاهی ضربه‌های مهلکی به شخصیت بچه‌هاش بزنه، خب اون عاشق ماست، ناخودآگاه این کارو کرده. یعنی آمدانه نبوده این مدلی که رفته. طبیعی اجداد ما همه ناآگاه بودن. اما خیلی جالبه، مادرم یه جمله یه جایی گفت من خیلی دوستش داشتم. گفت صابر شاکر باش برای اینکه بفهمی که خدا نعمت‌های زیادی بهت داده. من یه پسر عمو دارم، قربون صدقه‌اش میرم، ان شاءالله خدا بهش سلامتی بده و چشم بینا رو بهش بده. ایشون چشم روشنه، اصلا دل روشنه، نابیناست. یه روز مادرم برگشت گفت من تو قصه بودم. این موضوع برای تقریبا 17 سالگیمه. یه روز مادرم برگشت بهم گفتش که صابر چشاتو برای 1 دقیقه ببند، بلند شو راه برو. چشاتو 1 دقیقه ببند، تو خیابون راه برو، ببین چه اتفاقی میفته. بازم فکر میکنی که خدا بهت نعمتی نداده؟ بازم فکر میکنی که نباید شاکر باشی؟ بچه‌ها تکون خوردم. این جمله مادرم منو تکون داد و از اونجا فهمیدم که خدا خیلی بزرگه و دم خدا گرم که بهم چشم بینا داده. خدای ممنونم بابت دستایی که به من دادی، بدن سالمی که دادی. بچه‌ها پشت صحنه زندگی منو نمیبینید. من درست قبل از سمینار حتما یه آینه قدی باید جلوم باشه. درست قبل از اینکه وارد سمینار بشم، اول تو آینه قدی نگاه میکنم، لیاقت ثروتمند شدن رو تو صورت و چشم خودم به خودم میگم. به خودم نگاه میکنم تو آینه، خوشتیپ میکنم، کراوات و تکمیل که میشه اتکلون، و تو آینه به خودم نگاه میکنم غرورانگیز. اول میگم خدای شکرت بابت همه چیزهایی که بهم تو زندگی دادی. بعد به چشای خودم نگاه میکنم برای افزایش قدرت لیاقتی که در من هستش، به خودم یادآوری میکنم، به خودم میگم که امپراتور برو به ترکون برگرد مثل همیشه، امپراتور برو سلطنت کن، امپراتور. و خودم رو امپراتور میبینم و این باعث میشه که اعتماد به نفس و عزت نفسم در عرش قرار میگیره. اما در عین حال تعادل میدم به خودم و تواضعم رو هم حفظ میکنم. حتی در تواضعم تعادل میدم و کسی اگر قدر تواضعم رو ندونه مغرور میشم براش. و این خود زندگیه و خدا خودش میگه که اگر تواضع بیش از اندازه داشتی در جایگاه بزرگ و کسی ازت سوء استفاده کرد، خودت اشتباه کردی، به من ربطی نداره. من سیستم سالم رو گذاشتم. زندگی تعادله، بیزینس تعادله، رفتار تعادله، تعادل بین نوع دوستی و خودپسندی افراطی، تعادل بین غرور بیش از اندازه، تکبر بیش از اندازه و تواضع بیش از اندازه، تعادل بین خنده زیاد و گریه زیاد، تعادل بین همه اینها تو رو خوشبخت میکنه و کل زندگی تعادله. پس شکرگزاری، صبح ظهر شب شکرگزاری کنید. بنویسید
چه چیزهایی دارید که بابتش باید شکرگزاری کنید؟ بنویسید، لیستش کنید، بشید فکر کنید. تو رو خدا نترسید از فکر کردن. ما حاضریم بمیریم ولی فکر نکنیم. تو رو خدا فکر کنید و ببینید خدا چقدر بهتون داده. ببینید چه چیزهایی رو ندیدید که باعث شده خدا چیزهایی رو بهتون نشون نده. ببینید برای اینکه ببینید چیزهایی رو که خدا بهتون داده، برای اینکه خدا نشون بده چیزهایی رو که دلتون میخواد ببینید. به به. روی رشد شخصیتیتون کار کنید. اینا باعث میشه از زندگی لذت ببرید. همین الان نگاه کنید تو این کلاس چه کیفی دارید میکنید. بخشیدن دیگران رو ببخشید. رها کنید بچه‌ها. رها کنید، کیف کنید از بخشندگیتون. لذت ببرید. بچه‌ها نبخشیدن دیگران، کینه، مثل اینی که خودت زهر بخوری انتظار داشته باشی طرف مقابل بمیره. ببخشید آدم‌ها رو. ببخشید. نه برای اینکه اونها لیاقت بخشیده شدن رو دارن، برای اینکه شما لایق رها شدنید. لایق سبکی. بالون زندگیتون رو خالی کنید برای اینکه اوج بگیرید. ببخشید آدمای اطرافتون. خواهش میکنم ببخشیدشون. خودتون رو در احاطه افراد شاد قرار بدید. خودتون رو در احاطه افراد شاد قرار بدید. خوشبختی داشتن دوست داشتنی ها نیست، بلکه دوست داشتن داشته هاست. به به. مربی با این همه استرس رقابت کاری چطوری از زندگیم لذت ببرم؟ با دیروز خودت رقابت کن. خودتو با کسی مقایسه نکن. برای رقابت خیر بخواه و حسادت رو کنار بذار. باطن کسب و کار و زندگی خودتو با ظاهر زندگی و کسب و کار دیگران مقایسه نکن. به عجب آگاهی این یه دونه. باطن کسب و کار و زندگی خودتو با ظاهر زندگی و کسب و کار دیگران مقایسه نکن. درک کن که هر کسی توی زمان خودش داره زندگی میکنه. هیچ کسی از هیچ کسی دیگه‌ای جلوتر نیست، از هیچ کسی دیگه‌ای هم عقب‌تر نیست. به این تصویر تکون دهنده نگاه کن. حسرت زندگی همون نخوریم و از داشته هامون لذت ببریم. این قانون مهم آرامشه. خوب نگاه کنید. بچه‌ای که روی دوچرخه نشسته و بچه‌ای که توی ماشین نشسته. بچه‌ای که تو ماشین نشسته یه ویلچر داره و فلجه. و اون بچه داره باطن زندگی خودش رو با ظاهر این بچه مقایسه میکنه. به خاطر همین تو ذهن خودش میگه کاش من یه راننده شخصی داشتم و توی اون ماشینی که سقف کروپ هستش لذت میبردم. این یکی میگه کاش من پا داشتم و میتونستم دوچرخه سواری کنم. و بزرگترین تراژدی دنیا اینه که آدما با داشته هاشون حال نمیکنن. آدما با داشته های دیگران حسرت میخورن. وای خدای من، الله اکبر. بچه کیف کنید با داشته هاتون، لذت ببرید. چشتون تو داشته های خودتون باشه. این قانون مهم آرامشه. و شاکر باشید بابت داشته های فعلیتون. از اهرم ها برای صرفه جویی در انرژیتون توی کسب و کار استفاده کنید. نیروی انسانی و پرسنل نیاز نیست همه کارا رو خودتون انجام بدید. تو رو خدا به بچه‌ها، به افراد دیگه اعتماد کنید. بذارید تو انرژی و زمانتون صرفه جویی بشه. خیلی از کارهایی که شما انجام میدید انسان‌های دیگه هم میتونن، پرسنل دیگه هم میتونن انجام بدن. اعتماد کنید، بسپرید برای اینکه خودتون وقت بیشتری داشته باشید برای انجام کارهای مهمتر. انقدر خودتون رو درگیر کارهای غیر مهم، غیر ضروری کردید که کارهای مهم جا موندن و شما دارید دست و پا میزنید. پس از اهرم‌ها استفاده کنید. تکنولوژی و بسترهای دیجیتال رو به خدمت بگیرید. اینا برای ثروتمند شدن شما ساخته شدن. تکنولوژی و بسترهای دیجیتال مثل CRM، اینستاگرام، آپارات، یوتیوب، تماشا، نماشا، پینترست، فیسبوک، لینکدین، سایت، اینا رو به خدمت بگیرید. تیک تایم، رخساره، اینا رو به خدمت بگیرید تا اینا برای شما ثروت سازی کنه. سرمایه گذاری هوشمند یا حتی استفاده از سرمایه دیگران رو یاد بگیرید بچه‌ها. پول ندارید تبلیغ کنید. یه نفر که پول داره یه درصدی بهش بدید بیاد شریک خودتون بکنید. یه جای بیزنستون جاش بدید کار کنه کنارتون. تبلیغ کنید، پول در بیارید. علمش رو به دست آوردید، از سرمایه دیگران میتونید استفاده کنید. هم برای اون سرمایه بسازید، هم برای خودتون. این قانون مهم ثروت سازی بچه‌ها. آگاهی ششم، مدیریت پول. رسیدیم به اواخر درس بچه‌ها. هر چقدر هم درآمدتون پایین باشه، باز هم مدیریت پول شما رو ثروتمند میکنه. بچه‌ها کار مدیرای مالی چیه؟ نظارت بر درست مصرف کردن پول. اون مثالی که زدم از اون آقای دکتری که میگفت فاکتور بیارید و نظارت میکرد. کار مدیرای مالی چیه؟ نظارت بر درست مصرف کردن پول. افراد ثروتمند در بازی پول
باهوشتر از افراد فقیر نیستن. اونا فقط نظاره‌گر بهتری هستن و آگاهی بهتری دارن، وگرنه واقعا باهوشتر نیستن. من ثروتمندای بسیار رو میشناسم که بسیار بی استعدادن و فقرای زیادی رو میشناسم که بسیار با استعدادن. ثروت در گروه استعداد نیست بچه‌ها، ثروت در گروه آگاهی ثروت سازی و دانش ثروت سازیه. به شخصی میگفتم که باید تبلیغ کنی تو بیزنست، میگفت مربی من پول ندارم. میگفتم پولاتو چیکار کردی؟ چقدر درآمد داری در ماه؟ میگفت درآمد ماهانه من تقریبا چیزی بالغ بر 15 میلیون تومان میشه. بهش گفتم این 15 میلیون تومان یعنی 1000 تومان هم برای تبلیغت نذاشتی کنار، یعنی هیچ پسندازی نداری؟ مگه چیکار داری میکنی؟ گفت آخه مربی با 15 میلیون تومان چه پسندازی بکنم؟ من هر وقت 100 میلیون درآمدم شد پسنداز میکنم. میدونید شبیه چیه بچه‌ها؟ شبیه اینه که یه آدمی 120 کیلو باشه، بهش بگم رو رژیم غذایی حواست باشه، بلند شو ورزش کن. یکم حواست به خودت باشه برای اینکه وزنتو کم کنی، غذاهای خوب بخور، غذاهای در واقع رژیمی بخور، ورزش کن. برگرده به من بگه که مربی من وقتی 70 کیلو شدم ورزش میکنم و حواسم به غذاام هست. این چه حرفیه؟ یادتون باشه هر چقدر هم درآمدتون پایین باشه بازم مدیریت پول شما رو ثروتمند میکنه. ثروتمندترین مرد بابل رو گوش دادیم دیگه. لحظه لحظه آگاهی این یک سال رو من با برنامه‌ریزی جهانی براتون دارم پیش میبرم و به شرافتم قسم میخورم نظیر این آگاهی و این کلاس در جهان تکرار نخواهد شد. قسم میخورم و خوش به حال اونایی که عمیق درک کردن قیمت واقعی این کلاس رو که تریلیاردها تومان هستش. تو ثروتمندترین مرد بابل میگه 10% هر چقدر درآمد داری رو حتما پسنداز کن که یه روزی بتونی تبلیغ کنی، یه روزی بتونی در جای درست سرمایه گذاری کنی. و چقدر قشنگه این موضوع. دو دلیل که مردم دوست ندارن پولشون رو اداره کنن. یک، فکر میکنن پول کافی برای مدیریت کردن نداره. این خیلی اشتباهه. دو، احساس میکنن با مدیریت کردن پول خودشون درگیر حساب کتاب میکنن و آزادیشون گرفته میشه. لعنتی، تو باید مدیریت کنی پولتو تا به آزادی برسی، نه اینکه فکر کنی که مدیریت پول باعث میشه که آزادی من گرفته بشه. تو باید مدیریت کنی تا به آزادی مالی برسی. از عدد کم هم باید مدیریت کنی. و در نهایت بدون که اگر مدیریت پول رو بلد نباشی به زودی فرا میرسه که روزی که دیگه شما مجبور نیستید. بچه‌ها اینجا باشید. اگر مدیریت پول رو بلد باشید به زودی روزی فرا میرسه که دیگه شما مجبور نیستید برای پول کار کنید، بلکه پول برای شما کار میکنه و این قشنگترین لحظه زندگیه. شما باید انقدر بزرگ بشید که پول برده شما بشه، پول به شما خدمت کنه، نه شما برای پول. به 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 به. باید کاری کنید که پول رو به خدمت خودتون در بیارید. و چقدر قشنگه این موضوع. آگاهی هفتم، آدم‌های فقیر در بازی پول به جای حمله دفاع میکنن. آدم‌های فقیر در بازی پول به جای حمله دفاع میکنن. اگر هدفی نداشته باشی تنبلی شما رو در آغوش میگیره. اول باید هدف داشته باشی. هدف عامل انگیزه است، عامل خط حمله رفتنه، عامل اینن که بری جلو. و سوال هدفمندی که باید از خودتون بپرسید، هدف شما فقیر نبودن یا ثروتمند شدن؟ بنویسید برام، کامنت کنید بچه‌ها. هدف شما فقیر نبودن یا ثروتمند شدن؟ احسنت، بهتون تبریک میگم. این آگاهی بسیار مقدسه. شما به دنبال این هستید که از عهده پرداخت هزینه هاتون بر بیاید یا به دنبال این هستید که یک ثروتمند واقعی باشید؟ تفاوت هست بین این دوتا. تمرکزتون رو چیه؟ در طول روز وقتی یک استراتژی و یک هدفی رو مینویسید، با هدف این مینویسید که مثلا بتونی غذای روزانه‌ت رو تامین کنی، یا با هدف این که بتونی ثروتمند بشی، بتونی یه ماشین خیلی خوب بخری، بتونی آرزوهای خانواده‌ت رو برآورده کنی، آرزوی بچه‌ت، آرزوی همسرت، آرزوی مادرت؟ کدومش هدفته؟ آدم‌های ثروتمند متعهد به ثروتمند شدنن و آدم‌های فقیر در آرزوی ثروتمند شدن. و این چقدر قشنگه. بزرگترین مانع برای رسیدن به ثروت بچه‌ها ترسه. ترساتون رو بذارید کنار. آگاهیتون هر چقدر میره بالا، ترس مثل دیواره بچه‌ها. مثل این میمونه که شما کتاب‌ها رو میذارید زیر پاتون، میرید بالاش، اون سوی دیوار رو میبینید که بهشته. هر چقدر آگاهیتون رو ببرید بالا،
قدرت و جسارتتون برای چکوندن دیوارهای ترستون میره بالاتر. به به که چه آگاهیه این لحظه. چطور به ترسمون غلبه کنیم مربی؟ 1. افزایش آگاهی. هر چقدر آگاهیتون بره بالا، ترس مثل دیواره، مثل این میمونه که شما کتاب بذارید زیر پاتون، هی مدام آگاهیتون رو ببرید بالا، هی کتابای بزرگتر تا قدتون برسه به جایی که اونور دیوار رو ببینید، پاتون رو بذارید اونور، برید اونور دیوار، میرید سراغ دیوار بعدی، ترس بعدی. هر چقدر سطحتون میره بالا، ترس‌های بزرگتری برای دیگرون اتفاق میفته که میگن اون چجوری اون کارو کرد. اون ترس برای اون خیلی بزرگه، چون هنوز دیوار اول ترسش هم نریخته، چه برسه دیوار 100 یا 150 که شما رفتی سمتش. به خاطر همین سطح زندگی تو متفاوت میشه. پس با افزایش آگاهی جسارت تو ببر بالا. جدول تی که بهت یاد دادم، اگر این رو به دست بیارم، این کارو انجام بدم، چه چیزی به دست میارم، چه چیزی از دست میدم. افزایش مهارت در موضوع مربوطه. اگر از چیزی میترسی، قطعا مهارت در اون چیز پایین هستش. اگر از تبلیغ کردن میترسی، تبلیغ کردن رو یاد بگیر. میترسی به خاطر اینکه مهارت تبلیغ رو بلد نیستی. تقسیم بندی کارهای بزرگ به کارهای کوچکتر و انجام اونها. تو وقتی یک قله رو میترسی ازش که فتح کنی، باید چیکار کنی بچه‌ها؟ اونایی که آگاهی کلاس رو برداشتن در جلسه اول، فتح یک قله. وقتی یک کوه، یک قله رو جابجا می‌کنیم، چطوری اون قله رو جابجا کردیم؟ آفرین، از برداشتن سنگریزه ها. پس کارهای بزرگ رو تقسیم بندی کنید به کارهای کوچکتر، تبدیل کنید به سنگریزه ها و این سنگریزه ها رو کنار بزنید تا یک قله رو جابجا کنید، انجامش بدید. هر وقت سعی کنیم کار جدیدی رو انجام بدیم، بچه‌ها این آگاهی رو بردارید. هر وقت سعی کنیم کار جدید رو انجام بدیم، ذهن ترسو و شرطی شما در مکانیزم نجات و حفظ خودش قرار میگیره و به شما میگه که، به مغز شما میگه که مراقب باش، احتیاط کن، حواست باشه، نگرانت میکنه. ترس یه بخش خیلی نگران در بدنه، اما مشکل واقعا بخش نگران نیست. مشکل اینجاست که ما به این بخش نگران گوش میدیم. در مغز همه ما آدما یه دوست وجود داره، یک دشمن. در قلب همه ما آدما یه دوست وجود داره و یه دشمن. این دوست و دشمن خیلی معروفن. دوست جسارت توئه که تو رو بلند میکنه حرکت کنی، میگه برو انجامش بده، just do it. و دشمن اون ترس های توئه که میگه بشین، کاری نکن، خطرناکه، خانواده‌ات این کارو نکردن، تو هم نکن، پدر مادرت هیچی نشدن، تو هم نمیشی. متوجه شدی بچه‌ها؟ و اینجاست که تو انتخاب میکنی با آگاهی که داری به ترس‌هات گوش بدی یا به جسارتت، به دوستت گوش بدی یا به دشمنت. و اینجا تغییر بزرگ اتفاق میفته. برای سوال اساسی من اینه که در طول روز به ترس‌هات داری گوش میدی یا به جسارتت، به دوستت یا به دشمنت. به به به. و رسیدیم به انتهای کلاس. به سوالات برگردید و دوباره با آگاهی جدید نمره بدید. بهتون تبریک میگم. شما ارشد ذهنیت ثروتساز رو گرفتید و درس دوم شما که در مورد ذهنیت ثروتساز 2 هستش و چند درس بعدی شما هستش، شما دکترای ذهنیت ثروتساز میگیرید. و شما وقتی برگردید به اون سوالا، قول میدم شما انسان قبلی نبودید و قسم میخورم شما از 3 ساعت پیش انسان جدیدی شدید. شما نسبت به 3 ساعت پیش سطح جدیدی از تفکر رو واردش شدید و بهتون تبریک میگم. این جهان جدیده. پیشنهاد میکنم بچه‌ها فیلم مسافر رو ببینید. پسنجر، فیلم مسافر رو ببینید. پسنجر، ببینید چی میگه بهتون در مورد ذهنیته. وارد شدن به جهان جدید رو نشون میده و چقدر قشنگه. انسان‌هایی که در خواب فرو رفتن و چند صد سال بعد از خواب بیدار شدن و چیزهای جدیدی رو دارن میبینن. کپسول خواب اونها 2 نفرشون 3 نفرشون خراب میشه و اونها نیمی از خوابی که باید میداشتن رو دیگه نمیخوابن و بیدار میشن. بچه‌ها از زندگیتون لذت ببرید. یه چیزی بگم یکم تفکرتون به هم بریزه، یه چیزی بگم جهانتون یه مقدار تغییر کنه. تو رو خدا با داشته‌هاتون لذت ببرید و کیف کنید. تصور کنید درست 5 دقیقه دیگه که کلاس تموم شد، چشاتون رو باز کنید و ببینید که کل این زندگی که داشتید یه خواب بوده و شما چقدر تو این خواب قصه خوردید. جهان بعدی شما همین شکلیه. چشاتون رو باز میکنید، یهو میبینید که همه چی خواب بوده و من چقدر قصه خوردم و چقدر ارزش نداشت قصه های کوچکی که من براش کلی هرس خوردم. جهان ترسناک میشه اگر تو متفکر بشی.
و زیبا میشه اگر تو آگاه بشی. جهان ترسناک میشه اگر تو متفکر بشی و زیبا میشه اگر تو آگاه بشی. اولش ترسناکه چون داری فکر میکنی. فکر برای هر آدمی ترسناکه. مغز دوست نداره فکر کنی چون جهان ترسناکی رو واردش میشی. اما وقتی آگاهیت میره بالا با تفکر، جهان قشنگ میشه برات چون تسلط پیدا میکنی بهش. الله اکبر. چیکار داریم میکنیم تو این کلاس بچه‌ها؟ ما با هم دیگه. پس تمرین اول، به سوالات برگردید و دوباره نمره بدید به آگاهی جدید. تا 5 هفته هر جمعه با تمرکز به این درس گوش بدید. بهتون تبریک میگم. شما فارغ التحصیل ارشد ذهنیت ثروتساز شدید. و کتابی که در این هفته باید گوش بدید کتاب اسرار ذهن ثروتمند اثر تی هارو اکر هستش. به به. تی هارو اکر. Secrets of the Millionaire's Mind. Secrets of the Millionaire Mind. اسرار ذهن ثروتمند. و چقدر این کلاس آگاهی قشنگی براتون داره. و جمله پایانیم رو میخوام بهتون هدیه کنم و از حضورتون مرخص بشم و دعوتتون میکنم به تفکر و تأمل بزرگ تا کلاس بعدی که بریم سراغ درس کسب و کاری، بریم سراغ مهارت کسب. یادتونه بهتون گفتم من در 4 بعد بهتون آموزش میدم: ذهنیت، شخصیت، مهارت، فعالیت. ذهنیت اشاره میکنه باورهای شما که باید اصلاح بشه. مهارت اشاره میکنه به 2 بال، کار، کسب. کار رو شما توش استادید، من کسب رو به شما یاد میدم 0 تا 100. مدیریت، بازاریابی، برندینگ، فروش، رهبری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی. تو شخصیت من به شما زبان بدن یاد میدم، کلام رو یاد میدم، شخصیت کاریزماتیک رو یاد میدم، جذاب رو یاد میدم و داریم درس کاریزماتیک رو داریم باهاتون. و تو فعالیت بهتون اقدامگری رو یاد میدم. هیچ وقت در کلاس ها همه اینا رو با هم یاد ندادن. هیچ جای دنیا چنین کلاسی وجود نداره. همه کلاس ها وقتی میخوان کسب رو یاد بدن فقط مدیریت کسب و کار رو یاد میدن. MBA، DBA و کلاس ها اینطوری این چنینی. وقتی میخوان کار رو یاد بدن فقط کار رو یاد میدن. وقتی میخوان اقدامگرایی رو یاد بدن فقط اقدامگرایی. وقتی میخوان ذهنیت رو یاد بدن یه کلاس قانون جذب میذارن فقط ذهنیت رو یاد میدن و اشتباه توهم آگاهی رو به بچه‌ها میدن و اشتباه آموزشی. وقتی میخوان شخصیت رو یاد بدن بهشون یه کلاس زبان بدن فقط براشون میذارم و من همه اینها رو جهانی دارم بهتون توی کلاس 1 ساله یاد میدم. الان متوجه شدین چرا 4 بعدی این کلاس رو دارم پیش میبرم؟ یادتونه بهتون گفتم خدا خدای آدمای ثروتمنده، خدا خدای آدمای فقیر نیست. بچه‌ها مربی اسکندری 8 سال فقر و گناه میدونه و برای اینکه فقیر نمونه جنگید که ثروتمند بشه، برای اینکه گناهکار نباشه. و تو اگر ثروتمند نشی گناهکاری. این به معنی نیستش که خودتو باید سرزنش کنی. نه، تو باید در تلاش برای رسیدن به ثروت باشی. اگر در فقری درآمد کمی داری اما تلاشی برای ثروت نمی‌کنی تو گناهکاری. و اما اگر تو فقیری درآمدت کمه پول نداری اما در تلاشی که ثروتمند بشی در مسیر آگاهی و اقداماش داری زندگی تو میذاری تو ثروتمندی. به تبریک میگم، تو بنده نیک خدایی. بهتون گفتم که خدا خدای ثروتمنداست. جمله نهایی من اینه برای اثبات این موضوع. خانه خدا کجاست؟ کعبه. خانه خدا کجاست؟ کعبه. خدا میگه هر وقت پولدار شدی بیا خونه من. الله اکبر. یعنی تو اگر پولدار نباشی نمیری کعبه. تو زمانی میری کعبه که پولدار باشی. خدا خودش میگه وقتی وضع مالیت خوب شد پولدار شدی بیا به خونه من. خدا خدای پولدار است و خدا کمکتون میکنه با آگاهی که به پول و ثروت برسید و خدا نهایت همتون رو برای پول تنظیم کرده به شرط که بهاش رو بدید، خودتون براش قدم بردارید، تلاش کنید، چون این رو برای همه بنده هاش خواسته. بهتون تبریک میگم بچه‌ها. این آگاهی جزو مقدس ترین آگاهی های این کلاس ها بود براتون. از خدا میخوام که دستتون رو بگیره سفت سفت سفت. وقتی شاه رو دارید به نگهبان دم در کاری ندارید. تا کلاس بعدی، خدا نگهدار.